به نام خدا. خب یه مقداری نفسگیری ها رو خدمتون عرض کردم که بسیار بسیار برای نوازنده ساز بادی مهمه و به نظر من مهمترین چیز در ساز بادی راحت بودن نوازنده و راحت نفس گرفتن و راحت از این نفس استفاده کردنه. خیلی این قضیه رو جدی بگیرید. اون آرامش شما موقع نوازندگی خیلی مسئله مهمیه، چون زمانی که شما آرامش نداشته باشید خب طبعا فرمان دادن از طریق مغز خیلی سخت‌تر میشه. ما بنا رو بر این میذاریم که وقتی نفس میگیریم انگار هیچ اتفاقی تو بدن ما بجز این که شش یه مقدار هوا توش جمع شده چیز دیگه اتفاق نمیفته، فقط یه مقدار هوا جمع میشه و این هوا رو ما حفظ میکنیم که تو سازمون مصرف کنیم. پس این هوای حفظ شده رو نباید ولش کنید یا بهش فشار بیارید. هیچ، این هوا خودش وای میسته، اون اراده شما اینو نگه میداره بدون هیچ فشاری به تنتون. بعد مقداری که دلتون میخواد تو سازتون رها میکنید، حساب شده اونقدری که دلتون میخواد برای صداهای مختلف. اون توسط لب انجام میشه. در واقع ساز بادی رو ما اون مقدار هوایی رو که در ریه ها داریم لب مصرف کنه، نه شکم این کارم یا همون ریه این کار انجام بده یا مایچای شکمی. لب راحت تر میتونه هم به ساز نزدیکتره و هم راحت تر میتونه فرمونای شما رو انجام بده. پس بنابراین حواسمون به این قضیه خیلی خیلی باید جمع باشه که آرامشمون رو به هم نریزیم. سازی که به دست گرفتیم فکر کنید مثل تمام سازهای بادی دیگه باید اونو بذارید تو دهن و با لب مقدار بادی رو که دلتون میخواد اول از لب وارد نکنید. این خیلی مهمه. و تو این کار همونطور که گفته شد حواستون به این باشه که نفسی که جمع کردید نگه دارید. اول با لب خالی کنه، مثلا این پی کلام من میگم این مقدار بادی که من دلم میخواست خارج بشه. همین کارم تو نی خواهید کرد. ها؟ بعد برای اینکه صداهاتون، خب ما صداهای مختلفی داریم تو نی دیگه، همه اونا رو کار رو فقط لب انجام میده. یعنی فشارهای باد، حجمهای مختلف باد صدا رو تغییر میده. پس بنابراین لب نقش بسیار مهمی داره تو ساز بادی. از این نباید غافل شید. بزرگترین نقش نواختن در لبه. حالا بعضیا مثل آواز خوندن میمونه بچه‌ها. شما وقتی آواز رو خالص بخونید، صدا خالص بیاد بیرون، یعنی بدون هیچ نوع اکویی که بخواید بهش بدید، صدا صاف اینجوری میاد بیرون. خب همین صدا رو وقتی که تو دهن بهش اکو بدید میشه ما هم میتونیم همچی کاری تو دهنمون انجام بدیم که رنگامیزی صدای ما اکودار بشه. اگرم نکنید ساده تر میشه دیگه، ولی این شیرین تر میکنه. بعضیا میگن خب زبون چه نقشی داره؟ زبون نقش رنگ دهندگی داره تو ساز. ببینید الان بچه های ما وقتی نی میزنن دیگه، آقایونی که نی میزنن همه یا خانمایی که نی میزنن، سه جور صدا از نی در میاد.
یکی اینی که شکم رو رها میکنن، مثل میشه، اینجوری میشه. یکی با زبون صدا رو وارد نمیکنن، یکی هم با لب. حالا اینو بررسی کنید ببینید که کدومش راحت‌تر و کدومش مفیدتره، کدومش شما رو کمتر تحت فشار قرار میده و کدومش برای شما از نظر انرژی که مصرف میکنین راحت‌تری. اون خیلی مهمه. ولی با این سه فرم میشه صدا در آورد. یعنی هر کدومتون الان نیار صداتون رو بزنید، این فرم ها رو انجام خواهید داد. جوری دیگه ای نمیشه. حالا بررسی میکنیم ببینیم از این سه فرم کدومش تکنیک نوازنده رو قوی تر میکنه. یعنی نوازنده میتونه راحت تر ساز بزنه، کمتر انرژی مصرف کنه، از آرامش بیشتری برخوردار باشه و دقت بیشتری تو صداها داشته باشه. خب خودتون بهتر میدونید که از نزدیکترین فاصله شما وقتی باد و ول میکنید خب راحت‌تر میتونید صدای بهتری بگیرید. در دراز مدت هم خب ببینید هر انسانی دندونش، لبش، فرم اسکلت صورتش با یکی دیگه فرق میکنه. اون دیگه با خودشه که نی رو که تو دهنش میذاره کجا راحتی خودشو پیدا بکنه، راحت بودنشو کجا پیدا کنه که راحت بدمتون نی. این دیگه دست خودتونه. تکنیک اینه که ما 3 مرحله براش انتخاب میکنیم. مرحله اول نفس گیری، واسطادن و چک کردن بدن که فشاری تو بدن نباشه، مصرف اون نفس به توسط لب، یعنی ابتدا لب بادو پرت کنه به بیرون، نه شکم ول بشه یا ششا رو ول کنیم یا اون به ما دستور بده. ما با لبمون این منبع باد رو تخلیه کنیم تو نی از نزدیکترین فاصله. حالا برای امتحان چند تا تون سازاتون رو بردارید تا ببینیم چه اشکالاتی داریم. برای این کار سفت نشید، بدن آزاد باشه. آزاد. یه رنگ، یه جور. به این که چقدر طول میکشه فکر نکنید. اون آرامشتون در نظر بگیرید. مثلا شدید؟ لب جلو، نیره گذاشتید جلو، لبا بگم پ. آزاد آزاد، هیچ فشاری نیست. شما فقط باد حرکت بدید. ها؟ فقط با لب این حرکات اتفاق میفته. لبتون این اتفاقات میفته. حتی اگه نیره رو لب بذارید صدا میده. تو دندونم نبرید. اون تکیه شماست. اون باعث میشه که شما باد رو به جایی که دلتون میخواد هدایت کنید. ولی با لب هم میتونید صدا در بیاد، مثل نیلبی. یعنی اینقدر این تاثیر خوبی داره با لب زدن. پس آرامشتون رو اول در نظر بگیرید. اول نفس واسید بدن رو چک کنید. نه خیلی آزاد. هر فرمونی دارید بهش بدید حواستون به بادی که دارید بهش میدید باشه. انقدر راحته. اصلا زوری نیست. باد در اختیار شما، وارد نی. بفهم. لباتون رو اول بچه ها بهش دقت کنید.
دیگه به پشت لب فکر نکنید که اون پشت چه خبره. نه، این باید بگه پ تا صدا وارد شه. این صدا از عقب اومد. آها. حالا این دمیدن نوتا هم که عوض کنی صدا نباید تغییر کنه. یه سفت نکنی لبت سفت نکنی. به باد فکر کن. عوض کن نوتا تو. آفرین. ببین صدا تغییر نکرد. بعضی ها میزنن وقتی با شکم میزنی صدا ول میشه، برای که شکم داره دستور میده. خب اون آخرها جون نداره، نمیریسه نفس به این مسافت، تغییر صدا ایجاد میشه. شما بفرمایید. این صدای شکمه. فقط باد از تو لب داره رد میشه، هیچ نقشی نداره. این صدا گنگه. لا نیست. لبت بادو بدم میتونه. دیگه به پایین فکر نکن. شما پایین اول ول میکنی، حالا پایین رو نگه دار، اول لبتو پرت کن. نه ببین، دقت کن قشنگ. اون واسط انقدرم نگیر که اذیت بشی، جمع بگیر. ببین پرت کن بادو با په. نه اون لب اونجوری نمیشه نی بزنه. نی باید دوره. بچه درست فکر کنید که مثلا ریکوردر رو چجوری میزنن. نیلبک. این هم نیلبک شما. چرا پ نمیتونی پ بگی دیگه. نه این همه صدا از عقب میاد. این همه از عقب صدا جلو نیست. ببینید صدای جلو خودش صدای پ رو میشنوید شما. نه ببینید، بازم تذکر میدم، شما نباید شکمو، یعنی همون ریه رو، اصطلاحاً میگم شکم، ابتدا ول کنید. اول باد از لب پرت بشه، این باد رو با لب تخلیه کنید. نهایت کنید. قدرت صدا رو باید حفظ کنی. شما شکم رو ول میکنی، اون صدا ول میشه. نفستو بگیر، واسطا، چک کن بدنتو، واسطا چک کن، ببین آرامش داری. حالا لبت این جلو په بگه. این ه بود که ببین لبات باید آزاد په بگن. تا په نگفتی که نباید صدا بده که. نه، صدای شما عقبه، هیچ کنون جلو نیست. شما 3 مرحله رو چک نمی کنید. اصلا تو الان راحت نیستی داری میزنی. معلومه، من اینجا میفهمم. 3 مرحله. نه شما شکم ول کردی که. بچه ها اشکال شما اینه که حرف منو گوش نمی کنید. من میگم این نه نیست آقا، این یه لوله است، مثل ریکوردر، مثل ترومپت، مثل قرنه. از اینجا باید په بگی صدا بده. اینجوری فکر کنید. چرا اینجوری فکر نمی کنید؟ نفس نگه دارید، اینجوری صدا فوت کنید تو صدا بده. اینجوری فکر نکنید از ساز نهیه. فکر کنید یه لوله است، تو با لبت موقع تو این بدمی صدا بده. از کجا صدا در میاری؟ نیست اصلا. لبات هیچ کاری نیست. اصلا لب شما کاری نیست. شما لبتون هیچ کاری نیست. متوجه نیستی من چی میگم. نی رو اینجوری بردی بالا. اصلا نی باید به دهانه گرد این نی رو درست کنی والا دور تا دورشه.
لبت چی میگه. لبت رو صفر نکن، لبت رو هیچ وقت صفر نکن. لب بذار آزاد باشه. اون ور لبت رو صفر نکن، صدا بسته میشه. آزاد پ بگو. نه پ. آفرین. هی هول بده بادو. باریکلا. آفرین. باز انقدر این نفس بگیرید بچه که بهتون فشار نیاد که راحت اعمال انجام بدید. وقتی زیادی نفس میگیرید الان درست نیست، الان تو فشار قرار میگیرید. مقداری که بتونید راحت کاری که میگم انجام بدید درست کنید، خیلی راحت. آزاد آزاد. نی رو روی لب نذارید، لب رو ببرید روی نی. نه اینجوری. حتما باید لب دور نی باشه. آزاد آزاد. لب زمانی که با لب میزنید، گوش کنید، یکی از اشکالاتی که وجود داره، شما زمانی که با لب نی میزنید این کار نمیتونید بکنید. اون وقتیه که با شکم میزنی میتونیم کارو بکنید. لب مثل قرنه دور ساز بسته است، آزاد نیست که تو اینجوری کنی. اصلا شما هوا رو با این حرکت دارید مقدار حجم هوا رو داخل نمیفرستید و میتونید اینجوری کنی. خب این باد منحرف میشه. اون فقط زمانی که شما با شکم نمیزنی میتونید کار بکنی. تو این روش نمیشه اون کاری کرد. فقط باید نی رو بذارید آزاد. بادو ول کنی. این باد زور نداره، میبینی؟ زوری توش نیست ولی کلی فشار بهمون میاد الان. نه ببینی از عقب باد نه. در که جلو باید صدا بده. تا پ میگی صدا میده. شما از قبل صدا رو دادی با شکم. نه اون شکم نیست، اون نگه دار. آرامش بدن تو چک کن. واستا. حالا باد. آزاد به لب دستور بده. اول شکم رو ول نکن. مثلا تو این روش شما راحت ترین نوتا رو که بخواین از هر جا بگیری میتونی بگیری. تو اون روش باید فکر کنی. مثلا این نوت یه ذره کمه، نه؟ اینقدر با لب میتونی این نوت تغییر بدی. اینقدر راحت. می بمول با ره میگیری. یعنی اینقدر آرامش، لبت آرامش داره که این حرکات انجام میده که میتونی اینقدر تغییر بدی نوتو. اون روش شکمی خیلی سخت این اتفاقات میفته. نه اینکه نمیشه یا ایرادی بونه، این راحت تر این کارا اتفاق میفته. پس سعی نکنید اول همون ریه ول شه، اونو با لبتون مصرف کنید. بادشو، باد ریه رو با لب مصرف کنید. بذارید از اینجا تخلیه بشه باد، وارد ساز بشه، نه از اینجا. ببینید فاصله رو نگاه کن چقدر زیاده. حالا این فاصله چقدر کمه. حواستون به این 3 مرحله باشه. نگه دارید
از اینجا باید حتما بدنتون تو آرامش باشه که این کارو بکنید. یه بار دیگه بلا فاصله زدی، مرحله اول بکن، واسطا چک کن بدنتو، ببین آرامش داری که پی بگیر لبت. الان لبت آرامش نداره، لبت دورنه نیست، این سادگی، این راحتی، پی بگی صدا میده، نمیذاری لبت پی بگه. نه بذار بیا جلو لبت بگه پی. آزادش کن، آزاد بذار بگه په. آفرین. اگر درست بهش فکر کنی میتونی این کار بکنی. فقط باید مراحل رو با فکر بری جلو که من لبم بزنه صدا در بیاد. و اون قوس هم که گفتم بدید اون صدا رو زیباتر میکنه. صفر گرفتی قضیه رو. آزاد. این بچه ها ببینید تمام کل کار شما اینه. این کاره. اول ریه رو ول نکنید، این باد رو پرت کنید. نه این از عقب ول میشه باد. این باد از عقب داره میاد. اصلا نباید به اون فکر کنی. تو حالا باید ببینید جلو لبه چی کار میکنه. این